در مورد تهیه برنامه خاک وطن به یاد بیارید صحبت کنیم، چون گفتیم که این برنامه در با همایی و سرجمعی به وطن دعوت نمودن مهاجران و گریزه ها در اون سالها نهایت خدمت باسزای تاریخی نموده است. خب تشکر، شما درست قید کردید. واقعا برنامه خاک وطن در تاریخ برنامه نویسی رادیو تاجیکستان سابقه ندارد. همچنین ما معلومات داریم که در زمان جنگ هموطن یک گروه زیادی هموطنان ما خانه جای خود را مجبوراً ترک کردند و کشورهای گوناگون ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، افغانستان، حتی پاکستان فراری شدند و همین برنامه یک خانه امید شد برای تاجیکان جهان، برای آنهایی که فراری شدند، برای آنهایی که از تعقیبات جنگ هموطن جان خود را امین نگاه داشتند و دیگر جا سرگردان شدند. یک خانه امید شد و چون من خود را خوشبخت می‌سازم که در همان شبانه شاهدی پیدا گردیدن و با فعالیت پرداختن همین برنامه شدم. این چنین بود که روز دوشنبه جلسه کارمندان میشد. بعد ابراهیم عثمانوف که رئیس کمیته بودن آمدن گفتن که در حکومت راجع به برگرداندن گریزگان مسئله بررسی شد و با کمیته تلویزیون و رادیو سفارش داده شد که یک برنامه تهیه کنید، چون که امکانیت‌های رادیو نسبت به تلویزیون در اون سالها فراختر بود. یعنی رادیو رو میتوانستند، رادیو امکان بود که در بیرون مرز همجوار بیرون مردم فعالیت داشته باشند و همیشه اول برنامه بابا رحمتی بابا بیک مرادوف تهیه کرده. نامش همیشه بود که خاک وطن از تخت سلیمان خوشتر. دو برنامه تهیه کرد و چون بابا بیک مرادوف به تلویزیون رفت، صالح یوسف برنامه سیم رو کرد و بعد دو برنامه در جلسه همین برنامه خاک وطن مورد بررسی قرار گرفت و اکثر شارحان گفتن که نامش درست‌تر کوتاه کرده شود و به جای خاک وطن از تخت سلیمان خوشتر خاک وطن نامگذاری شد. ببینید که از سال 1993 تا 1997 این برنامه طبق تحقیقاتی که ما کردیم بیش از 600 مرتبه صدا داد توسط قریب 1 میلیون اهالی فراری توسط برنامه خاک وطن و وطن برگشت. بیش از 100,000 نامه در همین برنامه قرائت شده بود. من حال در خاطر دارم یک شعبه بود، شعبه مکتوب‌ها و آموزش افکار عمومی. از افغانستان هر روز سه‌شنبه سنگ محمد ظهورزاده در سازمان ملل متحد کار می‌کرد، مسئول گریزگان بودن. هر روز سه‌شنبه همین 2 لینچه از افغانستان 2 لینچه مکتوب می آورد و اون مکتوب ها دسته‌بندی کرده به همه ردکسیه ها برای تهیه برنامه ها واگذار بشه. مکتوب ها چنان زیاد می آمدن که دیگر این برنامه رو فقط اول شعبه مکتوب ها میکرد. بعد که مکتوب ها زیاد شدن، بعد اداره برنامه های سیاسی بین الخلقی و شعبه مکتوب ها باید دوش گرفت. اما باز توجه مردم زیاد شد و دیرکتور وقت رادیو منصور سلطانوویچ در جلسه پگاه روزی همین مسئله رو برداشته گفتم که اکنون همه ردکسیه ها برنامه تهیه میکنن، چون که دیگر امکان نداره که همه روزه پخش میشه. همه روزه برنامه پخش میشد و سراهنگ برنامه ها با آهنگ استاد عبدالرشید ویکتوری بسیار نامی عبدالرشید خوجامپور قرائت میکردیم و همین در طول همین 1.5 سال یکی از برنامه های بسیار محبوب و مشهور رادیو تاجیکستان برنامه خاک وطن بود. من در خاطر دارم در درآمدگاه خانه رادیو اینقدر مردم می آمدن برای نبرد می ایستادن برای برآمد کردن. بعد اون 2 روز 3 روز همجا نبرد می ایستادن.
پیوندان خود را به وطن می‌خواندند، سراغ می‌کردند و از اون طرف از جانب مقابل از افغانستان آنها توسط نامه از خود درک می‌دادند که ما صحت سلامت هستیم و وطن برمیگردیم و همین یک سمت مهمترین سیاست صلح دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رو فکر میکنم که این برنامه خاک وطن عملی گردان و طور همین محققانی ساحه ژورنالیستیک میگویند در تاجیکستان صلح و ثبات واقعی از برنامه خاک وطن شروع شد. سپاس. تشکر میگیم.